راستیش ما از شکایت دارم. راستی دیگه زن میشم میخوام که مردکوی که زنه هم همین حیاده یک خیل باشنده هر دو جنگ میشن دویله جنگ میشن نمیشن جنگ میشن کار میکنه کلی کوارتیرش میگیره میرود ما در مهاجرتیم فرزند دارم ای بو بغرده فرزندم خواهی بدارم. مسئله دو زنه های نصیحت کنید میگن واقعا عدالت کردنی بین زنها آسان نیست. من میفهمم. من حاضر همین خلاصه و آموزدیم که قریب که گویم که دویم زنه نگیریتون، یعنی که کسی که عدالت کرده نمیتوند نگیرد. برای چی؟ برای آنکه تا گرفتن وای شروع نغز، بعد گرفتن همین سر میشد بعد بهانه کردن. ماها قطعی جواب دادگی نه به تلفن، 3 ماه 4 ماه جواب دادگی نه. یک میبیاد میرد یا پیدا میشد گم میشد. ظلم نکنیدون، گرفتید عدالت کنید به قدر امکان. من در دیگر صحبت هایم گفتگیم که مثال شوهرت عدالت کرد نتونه توی هم دستگیری کن. شاید یک زنش ظالمتر تو میفهمی، تو مایلش برای و امکانیتی که وی گناه نگیرد راضی شو، بگذار 2 روز با اومد یا 3 روز با اومد حرکت کرده ایستاده است برای عدالت. بعضی بیچاره مردکا واقعا میترسد از یک طرف، بعضیش گنده زنه که گنده. به هر حال یعنی که مجبور نشویم که گوییم که زن نگیرید یک زن. اگر فقط یک زن گیرد یک دنیا خودش از بیوزن پر، یک دنیا زنی به شوهر است با اکثریتش 3-4 بچه هست. جدا شدگی ها اقل فرزنداتون رو تربیهش بگردن گیریتون برادر، فرزنداتون رو تأمین کنیتون. جوابش داده جدا شدید مثال، این خودش یک مسئله. لیکن بعد اینکه جدا شدیم فرزندای تا دیروز برای من یک آدم نوشته است که زنم تولد کرد ما جدا شدگی همون عقیقش بگردنی من نیست است. نه فقط عقیقش و تربیهش تا و خاندار کردنه، تربیهش، خوراندنش، پوشاندنش همش بگردنی تو، عقیقش بگردنی من یک عجایب چیا میکنه داخل. فرزنداتون خیلی همسراتون مثال جدا شدید اونم تا عیدش برآمدن نفقش بر ذمه شما هست. عیدش که برآمد بعد عیدش برآمدن لکی فرزندا باقی میماند. دیروز یک زنک به من نوشته است ما خودمون ایپوتک کردی خانه خریدگی 2 خانگی در مسکو است، در روسیه. خلاصه پدری شوهرم و برادری شوهرم در تاجیکستان زواد دارن میگن. این زواد کار کرده ایستاده است، کارگرا دارد، یعنی که یک آدمی بای عادی نه، بایی که در زیر دستش با کارگرا دارد، خانه های حولی ها، فرما ها، همه چی دارد. لیکن با وجود این در روسیه زندگی میکنند به همین یک کامنیتی الهیده 2 خانگی که دویم خانه زندگی میکنند. یعنی در دویم خانه پدر مادر با یک دادر زنش کتی. اینا زن و فرزند، ما 3 فرزند داریم، زن و فرزند که یک خانه ده، پول هست، مال هست. من اول نفهمیدم، گفتم که خشمون دیگه خانه ارنده گرفته برایتون بهانه. مثلا ما خیز گفته نمیتونیم یا شوهرم بهانه گفت دیگه خانه گیرن برام، مقصد یک منم آزاد زندگی کنم. آخر میگه راست میگه داخل و کم بغل باشید شرایط نباشد وقت موقتی مایلیش فهمیدن ممکن. پول هست، مال هست، این ممکن نه خیلی زندگی کردن در یک حاجت خانه 2 عائله میرد، 3 عائله حتی من دیدگی در یک حاجت خانه هایم تاجیکی است کو او قاری خانه یک تا حاجت خانه بود، حاجت خانه تاجیکی 16 کس میرفت از یک خانه. مادامی که همین خانه های وسیع امکانیتی تقسیم کردن، امکانیتی در این خانه کردن است. مثلا کلیندی خانه اونجا دیگه برادر هست به یک حاجت خانه، زنی شما زنی وای شوهری وای ممکن نه آخر این کارا. یک در آبرو هست، یک آشخانه 2 تا زنک نمی گنجد. یک مثل خانه هاش معلوم است این 50 کوادرات خانه ها آواز می بیاد. یه زنک آخر آزاد زندگی کردن میخواهد، همراه شوهر 3 فرزند دارد.
3 فرزند کردی با همین در یک خانه، باز همسرش هست، با در اون پول نباشد یک گپی. یعنی که ما این گپ گفته نمیتونیم، چه کنیم؟ گفته مراجعت کرده است. از مثال یادم با اومد یک بار گویم، یک کمک فکر کن تو این مسئله های چه نگم، من گناه و فحشای و خیانت های شدگی نگم، همتون از همسایه های و دیگر محله اگر خبراش شنیدگی باشید احتیاط خودتون گیرید. تا یک خانه ممکنه زندگی کردن، خیلی ضرورت، خیلی یک ماه، خیلی 2 ماه تا خانه گرفته نشه، تا دکومنت کرده نشه مایلش. لیکن یک عمر این خیلی زندگی کردن با شخصی که پول دارد، هم پولای گجا میبرید پگه. آیا خانه 4 خانه گرفته آرام زندگی کنید و خیلی پول دارید، اجاره گیرید آخیر. این خیلی یک درگیاتون رو تنگ نکنید تون برادرها. فقط پول جمع کردن و با اونجا خریدن و یا اونجا اماراتی 4 آشیانه در تاجیکستان امارات برفت شده است، شوهر در وگان زندگی کرد شده است. یا مثلا من در مسکو من دیدگیم زن و شوهر، من نخواد همین من دروغ گم، من مردم دیدگی است، زن و شوهر اینجا خورفتگی پرده کشتگی، اینجا 20 دیگه بچه خورفته است، 20 کسی دیگه اینجا خورفته است. در آشخانه 5-6 تا جوانا آشخانه چای میده چه در بالکن، این چه زندگی یه حاجت خانه دارد، 20 کس 30 کس خیر مالی 1 بار 2 بار تا کار یافتنه. لیکن همه وقت این خیلی زندگی کردن ناز نیم برادرها. پول جمع کرد اونجا و قصر ساخت دو اینجا این خیلی زندگی کرد. همین یک خانگی گیریتون اقل فرزنده باید علاهیده زندگی کنه، یک خانه علاهیده. کمک کوشش کردن در کار، تلفن بازی کمتر کرده، بسیارتر فکری درست کرده، کار رو درست به راه مانده نکار. پولی مول جمع کردن هم زندگی همین روزتون خوب گذرانید. یک شرایطی مهیا باشد که آدم بیملال طهارت کرده تاند، بیملال زندگی کرده تاند، بیملال در خانه خودش یک گپ زده تاند. این مسئله های نظر بگیرید.